بخور نوش جونه. کم کم نخور، راحت زیاد بخور، یه عالمه هست. بازم هست. اینا چند کیلوه؟ 3 کیلو. 3 کیلو؟ برای چی دختر 3 کیلو گرفتی آخه؟ بابا چه میدونستم میشه 150 میلیون. وای 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 آخه گفتن غذا پولداریه دیگه گرفتم. خب چرا باید 3 کیلو بگیری؟ مثل مرغ، گوش، ماهی گفتم کیلوه، یارو 5% تخفیف گذاشته بود. بعد گفتم اینا رو تیکه تیکه میکنم میذارم تو فرزه. بابا من الان اینقدر خوردم چشام همه جا داره آبی میبینم. آبی چه میدونم؟ پتر کبیر در کل دوران پادشاهی خودش 3 کیلو خاویار نخورده. آقا این دوباره داره اشرف مخلوقات رو مسخره میکنه. مسخره چی کردم؟ پتروس فداکار چیه داری میگی؟ جناب آقای داوود سعیدی، اولا پتر کبیر نه پتروس فداکار، بعدم شما سقف آرزوات ماکارونی و سویا بوده. خاویار چی میگه؟ آقا ببین چی میگه. انگشتری تو خاویار ناراحت شد. برای چی آخه؟ برای پتروس فداکار. نه بابا ولش کن.